سلام دوست خوبم، به یک تمرین ذهن آگاهی دیگه با من خوش اومدی. توی این تمرین میخوایم تمرکزمون رو به زمان حال و لحظه اکنون برگردونیم، واقعی ترین زمانی که تجربهش میکنیم. لطفاً در یک حالت راحت قرار بگیرید، میتونید بنشینید یا دراز بکشید. ترجیحاً چشماتون رو ببندید و با 3 نفس عمیق تمرین رو آغاز کنیم. 1 2 و 3. حالا اجازه بدید تنفس به حالت عادی و نرمال خودتون برگرده، اما با کنجکاوی تنفستون رو دنبال کنید. به هوایی که وارد بینی میشه، به شکم و سینه‌تون که بالا میاد و به خارج شدن هوا از بینی یا دهان توجه کنید. مثل همیشه یک سری افکار در ذهن ما میچرخن. وارد افکارتون نشید و سعی کنید فقط مشاهده گر باشید. با فکرهاتون درگیر نشید. هیچ درست یا غلطی وجود نداره. فکرها رو مثل بادکنک هایی تصور کنید که با جریان باد ازتون دور میشن. به دور شدن افکارتون نگاه کنید. اگر بادکنکی رو تو دستتون گرفتید، رهاش کنید. همچنان تمرکزتون و توجهتون رو روی نفس کشیدنتون نگه دارید. اگر فکری توی ذهنتون هست که شما رو آشفته میکنه یا نگرانتون میکنه، به این توجه کنید که شما فکرتون نیستید. شما بخشی از اون فکر یا حتی فکر بخشی از شما نیست. فکر به راحتی میتونه برای چند دقیقه از شما جدا بشه، با تمرکز روی تنفس و زمان اکنون. چند ثانیه من چیزی نمیگم تا شما خودتون با تمرکز روی آهنگ و تنفس تمرین توجه آگاهی رو انجام بدید. حالا میتونی ضربان قلبت رو حس کنی. اگر که فکر میکنی ضربان قلبت احساس نمیشه، فقط تصورش کن. فکر میکنی قلبت آرومه یا ناآروم؟ به قلبت توجه کن. آیا احساساتت از 5 دقیقه پیش که هنوز تمرین رو شروع نکرده بودی تغییری کردن؟ آیا قلبت آرومتر شده؟ یا افکاری توی سرت میچرخه که قلبت رو ناآروم کرده؟ دوباره به تنفست برگرد. به هوایی که وارد بینی میشه توجه کن. به شکم و سینه که بالا میاد توجه کن و به رها کردن و بیرون اومدن هوا از بینی یا دهانت توجه کن.
سعی کن تمرکزت رو روی پوستت بیاری. آیا لباسی که پوشیدی رو میتونی احساس کنی؟ کجای بدنت بیشتر از همه لباست رو احساس میکنی؟ یا کجای بدنت احساس گرما یا فشار داری؟ حرارت بدنت رو احساس کن. همونطور که چشمات بسته است، اتاقی که توش نشستی یا دراز کشیدی رو تصور کن و سعی کن خودت رو ببینی که توی اون اتاق هستی. به حضورت توجه کن. میخوایم 3 تا نفس عمیق دیگه با هم بکشیم. 1 2 و 3. میخوایم کم کم این تمرین رو تموم کنیم. هر موقع آماده بودی چشمای قشنگت رو